درباره شب اول عروسی کمی میگفتید. زن را باید چی طور تربیت کنیم دوملا جان؟ خیلی دوستت میدارم، باور کن. سلامت باشی برادر. شب اول عروسی البته در روایت های جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم هستند که انسان وقتی همراهی یعنی عروسش در اون خانه عروسی وقتی که داخل شد، ابتدا یعنی پای به طهارت باشند، 2 رکعت نماز نفل بخوانند، بعد از نماز دستا را بردارند، دعا کنند، پروردگارا بگن این زن برای من مبارک بگردان، پروردگارا از این زن برای من نسل صالح و صالحه و خوب به دنیا بیار. و درباره یعنی اخلاق ادب همدیگر دعا کنند، از خداوند طلب کنند که پروردگار این حیات ما را حیات خوشبختانه بگردان. بعد از دعا کردن بعد همراهی همدیگر نشینند. باید همسرش یعنی نصیحت کنه، گویا که اکنون از این روز پس تو رفیق حیات من شدی، محرم رازی من شدی، یعنی مصلحت